به نام خدا. سه‌شنبه 13 آبان، روز دانش آموز، روز تسخیر اعلانه جاسوسی. به تمام دانش آموزان و دانشجویان عزیز کشورم تبریک میگم. سالن شهید محسنی بگزاد محله، پیشکسوتان پینگ پونگ شهرستان رضوانشهر در حال آموزش و ورزش هستند. دوستان، ساعت 6:30 صبح هر روز از ساعت 5 الی 7 صبح سالن شهید محسنی بگزاد محله در اختیار هیئت پینگ پونگ شهرستان رضوانشهر است. دوستان و علاقه‌مندان به این رشته جذاب میتونن تشریف بیارن هر روز صبح جهت ورزش و نرمش و سالم. درود جناب سرگرد عزیز و آقای سرخوش، جناب آقای وزیری و جناب آقای دکتر، جناب مهندس وزیری از خوشنامه‌های شهرستان رضوانشهر و از معلمین به نام شهرستان رضوانشهر هستند.